شاید نظر شما کلید سلکتور ولت یک تجهیز بسیار ساده باشه تو تابلوهای برق، اما تحلیل همین تجهیزات ساده میتونه قدرت تحلیل ما رو افزایش بده برای تحلیل سیستم های پیچیده تر و همچنین ما رو خلاق تر کنه برای تحلیل مدارات فرمان پیچیده و سیستم های بسیار پیچیده. خب این ویدیو رو برای شما ساختم به عشق شما برای اینکه بفهمیم توی سلکتور ولت چه اتفاقی میفته. سریع بریم ببینیم چه خبر. من سپیدار همراه همیشگی شما با کانال طراحی کاربردی تابلوهای برق که به عشق شما تولید محتوا میکنم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، من پاسخگو خواهم بود. کلید سلکتور ولتمتر یا ولتمتر سلکتور سویچ یه وسیله‌ای که امکان اینو داره که ولتاژهای مختلف توی یه شبکه رو این کلید انتخاب بکنه و ولتمتر رو اندازه‌گیری بکنه. به همین سادگی که حالا ما در مورد سیستم 3 فاز 4 سیمه صحبت می‌کنیم، 3 تا فاز و یک نول. کلید سلکتور ولت نوع 7 حالتش برای تابلو فشار ضعیف به کار میره که سیستم 3 فاز و نول رو داریم، یعنی 3 تا فاز و نول. یک کلید و 7 انتخاب، حتما 7 انتخاب وجود داره که بهش میگن سلکتور 7 حالته. با هر بار چرخش این دسته کنتاکت‌های داخلی کلید تغییر وضعیت میده و اون ولتاژی که ما میخوایم رو اندازه‌گیری میکنه. ولتاژهای بین 3 تا فاز با همدیگه و بین هر کدوم از فازها و نول و همچنین وضعیت خاموش رو همدیگه میشه 7 حالت. سیستم سلکتورهای ولت از نوع کلیدهای گردون زبونه‌ایه. کلید گردون زبونه‌ای یه ساختار خیلی جالبی داره، یک بدنه‌ای داره، یه بادومکی داره که توسط این دسته به گردش در میاد و یک سری کنتاکت‌ها که به این شکل وجود داره و با گردش این بادومک که دارای شیارهایی میتونه باشه تغییر وضعیت میدین کنتاکت ها و اون رو استفاده میکنیم تو مدارامون برای اینکه وضعیت مختلفی رو ایجاد کنیم که تو سیستم کلید ولت هم به همین شکل است. اینجا ما کلید سلکتور ولتی که الان داریم یک کلید سلکتوری هستش که داره این کنتاکت ها هست، یعنی 6 تا کنتاکت داره که ما میخوایم این رو براتون تشریح کنیم. 3 تا فاز و نول به این شکل وارد میشه و ولتمتر هم اتصال پیدا میکنه به این شکل به این کلیدها که به این صورت به هم دیگه وایرینگ شدن. نگران نباشید، قضیه خیلی پیچیده نیست. یه جدولی داریم، هر کدوم از کلیدهای سلکتور حالا از نوع زبانه یه جدولی داره اینجا که توی بخش وضعیت کلید نمایش داده میشه و این پایین هم کنتاکت هست. همونطور که گفتم 6 تا کنتاکت داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 12. اینها اینجا نمایش داده شده و این علامت‌های ضربدری که می‌بینید یعنی اینکه تو هر کدوم از این وضعیت‌ها این کنتاکت خاص وصل میشه و اگه ضربدر نداشته باشه این کنتاکت قطعه. مثلا کنتاکت 1 و 2 که اینجا هستش تو وضعیتی که میخواد اندازه‌گیری L3 و N انجام بشه این کنتاکت وصل میشه. این هم دسته سلکتور که حالا با هم دیگه توی اسلاید بعدی میبینیم چجوری کار میکنه. بریم با هم تحلیل کنیم. اول وضعیت 0 هستش که این کادر آبی که اینجا میبینید بی حرکت در میاد و وضعیت مختلف رو بهتون نشون میده. فرض کنید میخوام بریم رو وضعیت L1 L2. L1 L2 یعنی وضعیتی که میخوایم ولتاژ بین فاز L1 و L2 رو اندازه گیری کنیم، یعنی اینجا. خب کنتاکت 7 تا 8 و 9 و 10 وصل شد. خب به این شکل L1 میاد توی ولتمتر و L2 هم از این مسیر کنتاکتی که وصل شد میاد روی ولتمتر. ولتمتر ولتاژ L1 و L2 رو نشون میده. حالا میریم برای L2 و L3. خب کلید تغییر وضعیت میده، کنتاکت ها به این شکل عوض میشن. حالا کنتاکت 3 و 4 وصل میشه و 5 و 6. ببینید 3 و 4 و 5 و 6. این خطی که بین دو تا ضربدر میبینید یعنی اینکه کنتاکت از این وضعیت تا این وضعیت هیچ تغییری نمیکنه و حتی تو بین اون دو تا حالت این کنتاکت تغییر وضعیت نمیده. خب 3 و 4 و 5 و 6 وصل شد و دوباره L2 از 5 و 6 میاد روی ولتمتر و L3 این از 3 و 4 عبور میکنه میاد روی L3 که اینجا ببینید به این شکل. حالا ولتمترمون ولتاژ بین L2 و L3 رو اندازه گیری میکنه همونطوری که اینجا انتخاب شده. میریم برای L3 و L1. خب حالا دوباره کنتاکت ها تغییر وضعیت میدن. کنتاکت 3 و 4 وضعیتش باقی میمونه و این بار کنتاکت 9 و 10 وصل شده. ببینید خب حالا L1 میاد از این مسیر و روی ولتمتر حالا ولتمتر ولتاژ L1 و L3 رو اندازه میکنه همونطوری که اینجا انتخاب شده.
خب برمیگردیم رو وضعیت صفر که ولتمتر دوباره به هیچی وصل نیست، رو ولتاژی رو اندازه‌گیری نمیگیره. حالا بریم برای وضعیتی که ولتاژهای فازها و نول رو اندازه‌گیری کنیم. خب وضعیت L1 و N دوباره اینجا ببینید کنتاکت 9 و 10 وصل شد و 11 و 12. ببینید 9 و 10 و 11 و 12. خب نول که از این مسیر میاد یک سمت ولتمتر و فاز L1 هم میاد اینجا. الان همونطور که انتخاب شده L1 و N، اینجا هم ولتاژ L1 و N اندازه گیری میشه. حالا تغییر وضعیت میدیم. ببینید تو این مسیر که اینجا میبینید کنتاکت تغییر وضعیت نمیده، یعنی کنتاکت 11 12 وصل میمونه و اینجا تو این حالت به جای این کنتاکت 5 و 6 وصل میشه و اینجا ولتمتر ولتاژ L2 و N رو اندازه‌گیری می‌کنم همونطور که انتخاب شده و حالا تغییر وضعیت دوباره میدیم رو L3 و N. ببینید دوباره این کنتاکت تغییر وضعیت نمیده، چون توی این مسیر در هر سه تا حالت این کنتاکت بسته است 11 12 و این بار کنتاکت 1 و 2 وصل میشه همونطور که اینجا میبینید. خب اینجا مسیر برای L3 هموار میشه و الان ولتمتر ولتاژ L3 و N رو نشون میده که انتخاب شده. خب برمیگردیم رو وضعیت صفر و دوباره کنتاکت رو برمیگردن رو حالت صفر. البته خب این تغییر وضعیتی که من یه دفعه انجام دادم فقط برای آموزش هست و اینا پله پله حرکت میکنه و امیدوارم که این ویدیو بتونه یه مقدار خلاقیت شما رو زیاد کنه، چون استفاده از این کلیدها و طراحیشون خودش یک کار جالبی است تو صنعت برق و برای مدارات کنترل و تحلیلش هم قطعا برای شما مفید خواهد بود.